السلام علیکم تماشابینان، امیدوار هستم که صحت و سلامت هستید. این شبکه شامگاه دوشنبه من دوستی همان کسم که انسان باشد، در عقل و خرد همچون مسلمان باشد. او سجده به سجدگاه حق بنماید، در دین مبارک اسلام باشد. پادشاه خواب می‌بیند که در یک صحرا در سر یک مرده ایستاده است و خواهشی شستن اوست. درسترش برای شستن همان جسد آمده است. در حال بیدار می شود و وزیر عاقلش را پرسان می شود که تدبیر خوابش چیست. وزیر خواهش می‌کند که به آن صحرا همراه روند و درستی سیر این حال را در جایش یابند. وقتی که به همان جایی در خواب دیده می آیند، می بینند که آدمان بسیار جمع آمدند. آدمان از مرده ناراضگی بیان داشتند. این آدم همیشه با کارهای ناشایم مشغول بود. هر روز شراب می نوشید. خانه‌اش از فاحشه ها پر بود. حال آنکه در خانه زوجه‌اش هست، از او هم شرم نداشته یک سیله فاحشه ها و یک بغل شراب را گرفته هر شب به خانه اش می بود. وزیر به پادشاه گفت: شاهم، خواب شما ناحق نمی شود. در خوابتان چی سیره هست؟ بیایید به یگان کناری ما را نمی شناخته این جسد را برده پاک شویم و جنازه اش را خوانیم. پادشاه راضی شد، ولی اول خاندان این را خبر دهیم. گویان راه سوی خانه مرده گرفتند. در را زنی سالخورده کشاده و وزیر و پادشاه را به خانه دعوت کرد. القصه آن زن بود و شدی واقعه را نقل کرد. شوهرم بسیار آدمی با ایمان بودند. با استاگی مشغول بودند. مزدی هر روزه کار کردهشان را گرفته از شرابخانه شرابی بسیار می خریدند تا به میزدگان کمتر شراب رسد و یک چند فاحشه ها را جمع کرده خانه می آوردند. شراب ها را امر می کردند تا به جویبار ریخته نابود کنند. با فاحشه ها مزد گفتگیشان را داده و من امر می کردند که با آنها تا سحر نصیحت کنند. بسیاری فاحشه ها برای راست در آمده از ما شکرگزار می شدند. اساسش آن وقتی که من پرسیدند: ای خواجم، همه همسایه و خیش شما را چون آدمی بیر راحت فکر میکنند. اگاه اگر جان به جبار سپارید، کی آمده شما را زور و چوب میکنند؟ آنگاه جواب دادند: خدا خواهد مرده مرا پادشاه میشوید. تو غم نخور، در حیات همین گونه هم می شود. آدمی را که نمی دانیم ما با او حتی بها می دهیم یک عمر. غربتی ما بر شما ای غریبان دنیا، لیکه فراموش نکنید، لیکه فقط بمانید.